اگر جماهیر هنوز در اتحاد بودند و کاپیتالیسم قدغن و ممنوعه نمیشد، اگر روس‌ها کار به کار ملاک‌ها و سرمایه‌دارها نداشتند و از ایروان و باکو کوچشان نمیدادند به سرزمین‌های مجاور، حالا روند سکونت و یک جانشینی من در تهران طور دیگری بود. باید از جام بلند بشوم، نه در معنای بپا خواستن، در معنی رفتن و ترک گفتن. باید هنوز موعدم نرسیده خانه‌ام که یک چیز موقر جامانده از معماری پهلوی دوم است را بگذارم و بروم. من این همه سال اجاره نشین بودم، اما اولین بار است برمی‌دارم می‌نویسم خانه‌ام. خانه مردم است میدانم، ولی می‌نویسم خانه‌ام، چون این خانه نیمه جان و خسته بود که مادام سوکیازیان کلیدش را داد دستم. هست، عکساش هست. خودش 77 سالش بود و خانه 57 سال. الان که حرف میزنم شده یک خانه 60 ساله. دقیق، نه همینطوری حدودی بگویم 60 سال که منظورم این باشد که خیلی زیاد، نه، دقیق 1337 ساخته شده. سندش هست. حالا که اینطور شد 61 سال. دختر خانم سوکیازیان زنگ زد، گوشی را داد دست شوهرش و قضیه را گفت. آقای هاکوپیان که واحدش زیر پای من بود، طبقه وسط بود و همیشه خالی بود، جفت واحدهای زیر پاییش و بالا سریش را خریده و حالا این ساختمان بالکل به دیگر املاک و بناهای محروسه‌اش الحاق شده است. لذا از ساعت عقد این قولنامه من بی جا و مکان محسوب می شوم. جاش از شهرداری بیاید یک بررسی بکند و این خیابان را اسمش بگذارد هاکوپیان. حقش است، چون آقای هاکوپیان با نهایت سلیقه و حواس جمعی خانه‌هایش را توی یک لاین چیده. ممالک آقای هاکوپیان نظام دارند. من میتوانم معامله را به هم بزنم و تا غروب روز آخر قراردادم سفت سر جام بشینم. ولی خانم سوکیازیان که همکیش آقای هاکوپیان باشد خیلی با من مثل پسرش رفتار کرد این سالها. حالا از فکر آوارگی بی مقدمه من مادام تلخ و بی حوصله و کم اشتها شده. کسی نگفته، خودم میدانم. رابطه ما مالک مستاجری نبود، او من را دوست داشت. وسطای شب است و نگاه اساس هام میکنم، نگاه کتاب هام میکنم، نگاه آرشیو مجله های کاهی 1000 سالم میکنم، نگاه میزم و لیوان هام میکنم. کی این مجله ها قرار میگیرند؟ کی لبه میز نوشتنم هی توی این خانه به آن خانه شدن یک سمتیش نمیپرد؟ کی خط تازه‌ای نمیافتد روی در یخچالم؟ کی میتوانم کارتون تلویزیون مال 7 سال پیش، کارتون قهوه ساز، کارتون ماکروفر، کارتون ضبط را بگذارم دم سطل که ببرند و بدانم که دیگر اساس کشی در کار نیست و نیازمندشان نیستم. به نظرم خانه‌ای که کارتون خالی‌های زیادی ته کمد یا گوشه انباریش دارد، ساکنانش هنوز یک مهاجرند. ته دل اعضاش قرار نیست. به سرم زده که بروم خدمت شخص خود هاکوپیان. بروم و سلامی و علیکی و بگویم آقای هاکوپیان، من چیز میز می نویسم و چند تایی هم توی سینما فیلم چیز کردم، یک چیزهایی هم توی تلویزیون و علا ای حال دستم این ماهای اخیر که توشیم و خدمت شما هم خالی است. رویم فشار است. این خانه ای که خریده اید و مبارکتان باشد، یک بار سال 37 معمارش ساختش، بار دوم من 3 سال پیش زندش کردم. بینمان علقه است. اجازه بدهید صلاح بدانید به جای آن که آن 3 واحد خالی از سکنه و رفت آمد آدمیزاد بیفتند آنجا و غبار بنشیند توی راپله‌هاش، من توی واحد خودم بمانم و من بعد مستاجر شما باشم با همان اجاره‌ای که مادام سوکیازیان را راضی می‌کرد، چون با این پول حالا یک خانه نصف این را می‌شود گرفت. اگر هم خواستید بکوبید اینجا را، من مثل کاماندوها 48 ساعته خالیش می‌کنم. از شاملو هم این را می‌خوانم براش که حضور انسان آبادانی است. رؤیام این است که هاکوپیان که به هر حال داخل قبیله فرهنگ است و توی پلی‌تکنیک طراحی لباس درس میداده و خیلی چیز دیگر، سکوت جذابی بکند و به مباشر این طرفیش و انترپنتر آن طرفیش نگاه نکند، بعد چشمش کمی نم بیاورد و بگوید بی دلیل ازت خوشم اومده جوون، برو و باش. ببینید جهان لنگ چه دلخوشی‌هایی است. من یک وقتی میخواستم توی سازوکار مفاهیمی چون عدالت و عشق و دموکراسی ورود کنم، دست ببرم و درزها را بگیرم، دموکراسی از هر جاش که باد میدهد را پچ بزنم. در این حد از رویاهای مارتین لوترکینگ 10-12 تاش را داشتم، قشنگتر و عملیاتی تر. حالا یک بروباش موسی و هاکوپیان شده تمام خواستم از زندگی. زندگی اینقدر باگ دارد یا من دیگر باد ندارم؟ جواب هر چه که باشد از فضاحت نتیجه نمی کاهد. خدا می داند فردای روزی که موسیو موافقت خیالی را ابراز کند، بر نمی دارم به چند نفر زنگ بزنم که من مستاجر هاکوپیانم. دنیا را پر می کنم. خب
اگر ایدئالیست بودگی‌های سابق را کنار بگذاریم، مستأجر هاکوپیان بودن خودش یک دستاورد محسوب می شود. 8-9 سال پیشتر توی همین شهر 3-4 تا 4 راه پایینتر خوابگاه ما بود، روبروی تئاتر شهر، کوچه بالاور. به نظرتان شبها رؤیای ما در پایان بحث‌های سیاسی و سینمایی و اعتقادی چه بود؟ می‌خواهید بدانید ما وقتی در مد یا مذمت لانگ تیک های میشایل هانکه یا مقایسه مفهوم امت در دین و مفهوم نیشن و ملت در دموکراسی تا 4 صبح حرف می‌زدیم، بعدش که می‌رفتیم توی رخت خواب‌هایمان دراز می‌کشیدیم به چه فکر می‌کردیم؟ همه ما که جوان بودیم و سینما می‌خواندیم و از همان بنبست نبش ولیعصر فستیوال‌های دنیا را رصد می‌کردیم تا بدانیم کدامشان در آینده خیلی زود ما را در هتل‌هایشان جا خواهند داد، یک فکر پنهان مشترک داشتیم که خیلی زود صمیمی که شدیم پیش هم رو کردیم. یک روزی که توی مسیر دانشکده تا خوابگاه غرق رؤیا و فکر کلش کلش داریم میاییم، یکو ببینیم یک پیرزنی میخواد از عرض خیابان طالقانی رد بشود ولی ماشین ها بهش مجال نمیدن. هی پیرزن بکشد عقب، خلوت که شد پا تند کند، هی ماشین ها بپیچند تو شکمش. آن وقت ما که کرایه دانشکده تا خوابگاه را صرف جویی کرده ایم تا بشود کنار ساندویچ آب پرتقال مصنوعی هم بخوریم، از باب اخلاق گرایی برویم وسط خیابان دستهامان را از دو طرف باز کنیم، همه ماشین ها را نگه بداریم و بگوییم بیا رد شما در. عیناً همین که دارم میگویم. پیرزن به آن ور خیابان که برسد کمی سرش گیج بروم از کیوسک همان کناری آب پرتقال مصنوعی بخرم بیاورم براش که قندش برگردد. از باب خلق گرایی. زن تشکر زیاد کند و بعد با همان حرف بزند. بیشتر او بپرسد ما جواب بدهیم. یک طوری پیش برود که شهرستان و خوابگاه و فیلمسازی و فستیوال و اینها را بگوییم تا جایی که هیچ از ما نماند که نداند. انسانیتمان را هم که دیده است، باقیش شاهزاده و گدا ورژن افلاطونیش. پیرزن اجدادش قجری از آب در می آیند. خانه درندشتش از ابتدای خلقت شمرون بوده است. پسرها و دخترهاش خارجند، ترجیحاً آمریکا. دیر می آیند، کم می آیند. از ناخلفی اولاد بنالد، از خودش که نخواسته آخر عمری توی فرنگ باشد و دلش می خواهد سر که گذاشت زمین همینجا توی قبر شوهرش توی امامزاده قاسم خاکش کنند بگوید، با غم بگوید، گویی که بنالد. بعدش را دیگر می دانید. همان روز به 2 بیایم خوابگاه، لباس و کتابهام را از زیر تخت بردارم، رفیقهام را عجله‌ای ماچ کنم و بدوم پایین که ماشین معطلم است. پیرزن ماشین را قجری طور مثلی که توی فیلم‌های حاتمی کالسکرا جلوی گراند هتل وامی دارند وا داشته تا من وسایل مختصرم را بردارم و همراهش بروم توی خانه‌اش یک اتاق برای خودم انتخاب کنم و دیگر آنجا بمانم و مونسش باشم. می نشینم توی ماشین، از پا کرپ با برمیدارند، می روند، ما را می برند. خوابگاه می ماند، کوچه رهساز و تئاتر شهر و طالقانی و همه فلافل فروشی های نبش بزرگمر با پرتقال مصنوعی فروشی هاش می مانند. ما 6 تا بودیم توی واحد 12 خوابگاه رهساز و روزی که دستمان را رو کردیم دیدیم هر 6 تامان این 7-8 ترم بغل خیابان‌های تهران دنبال دست تفقد یکی که مادر چند رس اولاد ناخلف باشد گشته ایم. میدانید ما اتاقمان جا برای 6 نفر نداشت و دلمان یک جهش طبقاتی دراماتیک میخواست. ما مفهوم زمان در آثار تارانتینو را بلعیده بودیم، به هالیوود فحش میدادیم و حتی اگر از لینچ متنفر هم بودیم به دیدن لجوجانه فیلمهاش تا آخر ادامه میدادیم، ولی راه نجات و رستگاریمان به لحاظ ساختاری فیلم فارسی بود. ما یک گنگ عجیب و تودار و آرمانداری بودیم و یک وقتی میخواستیم بعد از دانشکده برویم نیکاراگوئه و به ساندینیست ها که به عقیده من در ردیف سالم ترین انقلاب های بعد از انقلاب فرانسه بودند و انتخابات را به کنترای آمریکایی باخته بودند کمک کنیم تا باز روی کار بیایند. صادرات واردات انقلاب برای ما یک مفهوم جدی و عینی و بیرونی بود. ما نگاتیو های خامی بودیم و داشتیم کم کم از وقایع جهان نور میخوردیم و اکسپوز میشدیم. خب طول و تفصیل را کنار میگذارم. ما از تشت ظهور سربلند بیرون نیامدیم. فلو شدیم و کم کنتراست، جایی چاپمان نکردند. بقیه را نمیدانم کجای زندگی و معطل چند، ولی من توی تراس خانه‌ای نبش خیابان صناعی لنگ دست تفقد آقای هاکوپیانم. باز افتادم به صرافت آن پیرزن که هرچه خیابان طالقانی را صبحها تند رفتیم و عصرها آهسته برگشتیم نیامد. آن غایب از نظر
فکر میکنم اگر فردا پاشم همینجور روی یک فاز نوستالژیک بروم طالقانی حد فاصل ملک الشعرا تا ولیعصر قدم بزنم، خیلی رفیقهای سابق دانشکدم را ببینم که کم‌موتر و چیندارتر از قبل بازگشتند و همینطور ویلون توی پیاده روها راه میروند. توی خودشانند، شنگی و شرارت روزهای دانشکده را ندارند و فقط راه میروند و سال پایینی ها را هل میدهند لبه جدول. میدانیم این کاری نیست که یک سال بالای سابق باید بکند، ولی ناچاری مبحث جداگانه است. تنگنا از رحم میکاهد. پیرزنهای قجری هی دارن میمیرند و از عدهشان کم میشود و ما خیل منتظران هی داریم زیادتر میشویم. شکاری نیست، فقط ازدحام شکارچی است. همین الان، همین اینک 4 تا 4 را پایین تر روی همان تخت 20 و چند سالگیم، روی همان تخت کنج جنوب غربی اتاق، یحتمل پسری با همان شدت و حدت به لحظه ماورایی شکار شدن به دست یک پیرزن قجری که انسانیت براش مهم است نه نسب و سبب فکر میکند. به یک جفت شیش فکر میکند، یک جفت شیش که بشود توش زیست. رؤیاها و تمناها و ترسها و لرزها 4-5 میلیارد سال است، جایشان فیکس است و تعدادشان ثابت. آدمها یکی یکی متولد میشوند، میآیند تویشان، کمی میمانند و بعد میمیرند. کما اینکه روی تخت کنج جنوب غربی آن اتاق پسرهایی میآیند، میخوابند و رویا میبافند که الان 4-5 سالشان است و شاید هم از کنار هم رد شده باشیم. کما اینکه 15 سال گذشته، لکن من هنوز همه دوهای نصف شب ناخودآگاه به این فکر میکنم که کی امشب نگهبان پاس 2 حفاظت گروهان آجدانی لشکر 23 تکاور است. آن زجر را امشب کدام سرباز سرتراشیده تنها دارد میکشد؟ پاس 2 حفاظت غمگینانه ترین پست نگهبانی تمام آن پادگان و بل تمام تاریخ سربازی از زمان رضا شاه تا الان بود. بادهای سرد شهریار و پرندک زورشان را یکی می‌کردند و از روی برف‌ها ووره می‌دادند و می‌آمدند می‌رفتند توی سینوس‌ها و گوش‌ها و حفره‌های ما، در صورتی که داشتیم از یک ساختمان خالی که زنجیر و قفل و سیمسور بود، دورش 2 متر برف بود و پرچم ایران سردرش هم قندیل بسته بود، با یک سرنیزه زنگ زده می‌لرزیدیم و مراقبت می‌کردیم. تمام شب‌هایی که ما خوابیم یا دور همیم و در عیشیم یا تنهاییم و در آسایشیم، ساعت 2 تا 4 شب یک پسرک 18-19 ساله‌ای مال یک گوشه ایران را از خواب بیدار می‌کنند و می‌فرستند جلوی ساختمان حفاظت لشکر 23. آنجا باد تند است و نمی‌گذارد هیچ رؤیایی در هیچ مخی بافته شود. من مدام از همه غم‌ها و تنگناهای از سر گذشته‌ام یاد می‌کنم. فکر می‌کردم نیاز به پیرزن کذایی از من و نسل‌های بعد من زائل شده و زندگی رفته که روی درخشان و آفتابگیرش را به این کشور نشان بدهد. رفته تا برچسب کسالت و رنگ پریدگی که توی ایران بهش چسبانده‌اند را از خودش بکند، که از شانس تنها سیاستمدار تاریخ که هرچه گفت را کرد معاصر ما شد. مقدر است سعادت ما و سعادت مردمان ایالات متحد حالاها 2 سر یک الاکلنگ نشسته باشند. هوا رفتن یکیش نیازمند به خاک نشستن آن دومی است. ما دوباره برگشته ایم دنبال دست تفقدی که از یک آستینی در بیاید و اوضاع را سامان بدهد. مارکش هاکوپیان باشد یا نباشد، جدش توی دربار قجر گاریچی بوده باشد یا وزیر هرچه و سفیر هر کجا. به پیش نرفتن تنها حسرت بار است، به عقب برگشتن ولی خجالت بی ته و تویی است. خواب مشوش پسران خوابگاه رهساز تلخ کامی تمام است. ملحفه ها را کشیدند روی سرشان ولی جا برای رؤیاهایشان نیست. سال بالایی ها برگشت خوردند.